سلام، امیدوارم خوب باشین. من برگشتم با یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام یه نکته خیلی مهم و کلیدی رو بهتون بگم، پس با من همراه باشید. اگر میخوام وضعیتی رو انجام بدم که قرار بند یوگا کف پام قرار بگیره، این نکته مهم دقت میکنم که بند یوگا رو کف پا توی قوس پام قرار ندم. خیلی ها رو میبینم که دقیقاً بند یوگا رو کف پاشون قرار میدم. این باعث آسیب میشه. بند یوگا رو میارم بالاتر، پشت پنجه پام قرار میدم و وضعیتم رو اجرا میکنم. یوگا کنید، لذت ببرید بدون آسیب. این پستو بفرست برای دوستات. خداحافظ.